کاری جز نوشتن ازم بر نمیاد. یه مرد بیخوامم که مخش تعطیله و شنبه میخواد حب سیگار یه گوشه رو تخت بیهان. تو اوج سلامتی جسمانی داره نقش بیمار. حتی تو بارونم اشکای من معلومه. بدنم گرمه اما سرمایی من از توه. تو این روزا با بغض فریاد من مسدوده. کارم شده از بیرون تنها برم مسخونه. بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم. اونا که منو نفهمیدن جلوم بیف شدن، یا برعکس گفتن تو شیطانی، خواستم منو بسوزونن، روحمو تو زندانی ببوسونن. اسم دعا شدم تو اون تاریکی شب. اولش داشتم میشدم تو ناامیدی غرق. خواستم خودمو بکشم و یه صدا میگفت رضا راه ادامه داره تا امیدی هست. وقتی من شکستم هیچکی پشت من نبود، هیچکی دست دراز نکرد به سمت من، واسم نمود. تنها موندم وقتی میشه پشت به پشتشم کبود. هیچکی پشت من نبود، هیچکی تخمشم نبود. روزی 1000 تا صفحه پشت سرم میذاشتن، مانع توی راه واسه یه کشتنم میکشتن. اما من میگفتم تلاش دشمنم بیفایده است. با این 1000 تا صفحه مستند میساختم. هر روز بیشتر درد من تو قلبم.